در ابتدا میایم روی کیک از قبل آستر کشی شدمون 2 تا خط به حالت عمود برهم میندازید و بعد 2 قسمتش رو برش میدید و به قسمت بالایی کیک میچسبونید و وسط کیک هم به حالت هشتی برش میدید و شروع میکنید کیکتون رو با کمک خامو کاغذ روغنی شروع به خامه کشی کردن میکنید و بعد با چاقوی صافی شروع میکنید روی کار و بغل کارتون رو کاملا صاف میکنید و لبه‌هاش هم به سمت مرکز جمع میکنید. در مرحله بعد به سلیقه خودتون خامه‌ای که طبق دلخواهتون هست رو درست میکنید. به خامتون بریلو ساده میزنید تا کاملا رقیق و براق بشه و به همین حالتی که دیدید روی کیک میزنید و با قاشق به سمت بالا هدایت میکنید و ادامه دیزاین هم به سلیقه خودتون تکمیل میکنید. اگه میخوای بدونی چه نوع مارک رنگی برای خامه مناسبه و خامتون رو شل نمیکنه، فقط کلمه رنگ رو کامنت کن، همون لحظه برات ارسال میکنم. و نکته آخر، اگر میخوای کیک سازی رو کاملا اصولی یاد بگیری، حتما پیج منو فالو کن.